در روسیه قطاری که 30 نفر فعالان بازداشت شده زیست محیطی را از مورمانسک انتقال میداد وارد شهر سنت پتربورگ شد. 28 نفر فعالان، خدمه کشتی و 2 روزنامه‌نگار ماه سپتامبر برای اعتراض بر ضد پرمه کردن چاه‌های نفت در آب‌های ارکتیک بازداشت شده بودند. سفارتخانه پولش در مسکو زیر امنیت شدید گرفته شده است. اعتراضگران دستی راستی در ورشو به سفارت روسیه ظرف‌های دارای مواد سوختی آتش‌زا پرتافته‌اند. وزارت کارهای خارجه روسیه سفیر پولش در مسکو را به وزارت احضار کرد تا این حادثه را بررسی کند. در کابل کارمندان وزارت کارهای داخله 21 تن مواد مخدر غیر قانونی را آتش زدند که در دوام سال از قاچاقچیان مصادره شده بود. این مواد قاچاقی از افیون، حشیش و الکگولی مصادره شده عبارت بود. در آذربایجان یعنی موسوت یکی از روزنامه‌های مهم مخالفان معرکه آبونه برگزار کرد تا بعد از مشکلات سخت مالی بتواند چاپ خود را ادامه دهد. این روزنامه از طرف حکومت بارها جریمه شده است و زیر فشار قرار دارد. تقریبا 800 نفر به آن آبونه شدند. در قرقیزستان مقامات مقررات عبور و مرور مرز به قزاقستان را برای نورسان زیر 16 ساله شدیدتر کرده اند. حالا آنها به جای شهادتنامه تولد باید در شناسنامه والدانشان عکس یک جایه داشته باشند. این قاعده برای پیشگیری از قاچاق کودکان و کاری اجباری است. در گرجستان زنان از 10 شهر در تیفلیس گرد هم آمدند تا در مراسم آغاز فعالیت شبکه باشگاه زنان شرکت ورزند. این تشبوس یوسعید یعنی آژانس رشد امریکاست تا زنان بیشتر به حیات سیاسی و اجتماعی جلب شوند. در اوکراین شنوندگان رادیو در 10 سالگی دیکتانت رادیوی سراسری اوکراین برای روز وحدت شرکت جستند. نویسندگان و نوازندگان و روزنامه‌نگاران نیز در مرکز این رادیو حضور داشتند. با وجود آنکه اوکراینی زبان دولتی است ولی در بیشتر منطقه ها به زبان روسی گفتگو می‌کنند. در اوکراین با سرهی ولاسنکو وکیل مدافع یولیا تیماشنکو نخست وزیر پیشین زندانی دستور داده شد که در کیف بماند تا زمانی که به سوالها درباره لطوکوبی زنی پیشینش جواب دهد. پیش از این ولاسنکو گفت که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. ولاسنکو شام 11 نوامبر پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ را متهم کرد که مثل یک دیکتاتور افریقاست. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید.